درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. دویل سفر هستم تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. نخست نگاه به سرخطی خبرها. دادستان نظامی کولاب تصدیق کرد که فرمانده یک پاسگاه مرزی را برای خودکشی یک سرباز جوان دستگیر کردند. هزاران مهاجری تاجیک را امسال از روسیه راندند. مقامات قانع نیستند و می‌خواهند مناسبت با مهاجران سخت‌تر شود. کسانی را باید راند که قانون‌های ما را زیر پا می‌کنند. کسانی را راه ندهید که زبان را نمی‌دانند. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید پوشیدن لباس ملی فقط توصیه است و دستوری حتمی نیست، ادعایی که همه باور ندارند. با برداشت ارزش‌های ملی و انمو فرهنگ ملی ما خاص لباس‌های توصیوی پیشنهاد می‌گردد. متاسفانه برنامه را با یک خبری غم‌انگیز شروع می‌کنیم. در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در تاجیکستان دستی کم 7 نفر جان باختند. در ویدیویی که در محل حادثه در ناحیه باباجان غفوروف و شهرهای دوشنبه شناخت ثبت شده است، یک شاهد فلاکت جسد آنهایی را حساب می‌کند که در کناری راه خوابیدند. او میگوید قربانیان 7 نفر هستند و در بینشان کودکان نیز هستند. فلاکت امروز 24 ایول به وقوع پیوسته است و سبب صدمه برخوردن دو ماشین اوپل به هم دیگر بوده است. وزارت امور داخلی حادثه را تاکنون شرح نداده است. در تاجیکستان سالانه در صدمه‌های نقلیاتی صدها نفر کشته و مجروح می‌شوند و رعایت نکردن قاعده‌های راه، حرکت با سرعت بلند و ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار را سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌های تاجیکستان می‌نامند. مفتشان در شهر کولاب پرونده یک افسر نیروهای مرزبانی را تحقیق می‌کنند که به خودسری هنگام فعالیت و سبب شدن به مرگ یک سرباز زیر دستش متهم شود. به قول مفتشان زورگویی و یا بدرفتاری کاپیتان حسین دونیف سبب شده است که یک سرباز 19 ساله به تحقیر و توهین تاب نیارد و با 2 تیر تفنگ خود را بکشد. محمود جان رحمتزاده از کولاب گزارش می‌دهد. دادستان گارنیزون حربی کولاب ضد فرمانده دیدبانگاه سرحدی کاپیتان حسین دونیف برای مرگ سرباز حکیم جان صمدوف 19 ساله پرونده جنایی باز کرده است. حالا دادستان حربی اعمال این افسر مرزبانی را طبق ماده 391 قسم 3 میسنجد. در صورت اثبات شدن گناه کاپیتان به او از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. کاپیتان دونیف همان روز خودکشی سرباز زیرتابه‌اش بازداشت شده است. ما نسبت سردار پست سرحدی کاپیتان دونیف حسین شدی با ماده 391 قسم 3 بند کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی برآمدن نظارت وکالت‌های خدمتی که باعث مرگ گردد پرونده جنایتی رو باز کردیم. 5 ایول سرباز صمدوف هنگام نوبتداری در مناره دیدبانی با استفاده از سلاح آتشفشان دست به خودکشی زده است. این در حالی است که والدین سرباز گفتند که آنها به فرضیه دست به خودکشی زدن پسرشان باور ندارند. آنها به دادستان گارنیزون حربی کولاب آمده پس از آشنایی با قضیه شکایت کردند که تا حادثه درست تحقیق شود. پدر سرباز میگوید به تن فرزند او 2 تیر زده شده است. اما یک تن از نزدیکان افسری بازداشت شده از ناحیه شمس‌الدین شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که او در مرگ سرباز هیچ گناه ندارد. با گفته این نزدیک افسر که نخواست نامش را بگوییم، او از خانواده کمبیزوات است و مورد تهمت قرار گرفته است. دادستان نظامی گفت که پرونده خالصانه تحقیق شده از جریان آن رسانه‌ها را آگاه خواهند کرد. تفتیشات پیشکی واسه بیان حادثه ادامه داشته. خیلی از نتیجه با تفتیشات معلوم می‌شه. حکیم جان صمدوف تیرماه سال گذشته از دهه دیوشتیت شهر پنجکن به خدمت حربی جلب شده بوده است. او 1 سال به این طرف تا روز مرگش در ناحیه فرخار همسرحد با افغانستان خدمت میکرده است. امبودسمن و وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره به اطلاع امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری فوتیدند. مقامات پیوسته تبلیغ میکنند که وضع در ارتش تاجیکستان بهتر شده است، ولی هنوز هم والدین برخی سربازان از شرایط ناگوار و آزار و اذیت نوسکران شکایت میکنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب.
مقامات روسیه در 6 ماه گذشته روزانه فقط از فرودگاه‌ها تا 20 مهاجر تاجیک را از آن کشور بیرون کردند. از میان 3400 مهاجری که تا آخر ماه ایون از روسیه راندند، بسیاری از آنها حق ندارند به آن کشور برگردند و بعضی هم شاید سالها از زن و فرزندانشان که آنجا هستند دور بمانند. آمار تازه اخراج مهاجران تاجیک را امروز در نشست خبری آژانسی هوانوردی تاجیکستان اعلام کردند و مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله همکاران ما در دوشنبه در آنجا بودند. دپورت یا اخراج مهاجران تاجیک از روسیه موضوع اساسی نشست خبری آژانسی هوانوردی تاجیکستان. از حبیب الله نظرزاده دیرکتور آژانسی پرسیدم که در 6 ماه امسال چقدر مهاجران تاجیک از روسیه رانده شدند. نظرزاده در آغاز از دادن پاسخ عمیق خودداری کرد. در مدت کوتاه بود، بین 1 ماه با 2 ماه خیلی دیپارتاسیا کم شده بود با 4 فرودگاه‌های بین‌المللی کشور. سببشو میدونید؟ بعد گفتن محترم جناب علی هم صحبت شدن. عموما همین سبب دیپارتاسیا کردن شهروندان ما پوران نبودن حجت‌های لازمه برای کار و فعالیت کردن در فدراسیون روسیه. رئیس آژانسی هوانوردی تنها بعد پایفشاری خبرنگاران گفت که در نیم سال اول 3400 شهروندان تاجیکستان از روسیه رانده شدند. خبرنگاران در این نشست گفتند بعضی مهاجران را هنوز پیش از ورود به روسیه از فرودگاه اخراج کردند، اما پاسخ دیرکتور آژانسی هوانوردی تغییر نیافت. میدونن همین 95-99% شهروندان میدونن کجا دعوت شده که جای کار بعضیش یا که خودش گم میکنند نمیتونن در سوال جواب دادن. سببش همین من یگان سبب سیاسی یگان سبب دشوار نداره. مهاجران در روی فرش فرودگاه و منتظر بازپس فرستادن به وطن. بعد حمله به کراکور سیتی که 4 شهروند تاجیکستان با گمان دست داشتن در آن بازداشت شدند، ورود مهاجران تاجیک به روسیه مشکل شد، هم با راههای زمینی و هم هوایی. شکایت اساسی مهاجران این است که آنها را به یگان سبب عمیق به روسیه راه نمیدهند یا از آنجا میرانند. میگن که توجیک معقول نیستن نبین و دیگه ایرپورت برینگتیسه. با وجود نگرانی ها از اخراج، رید، بازداشت و آزار و اذیت مهاجران تاجیک، این نفران باز هم خلطه در کیت فراهی روسیه هستند. میگویند برای پیدا کردن رزق و روزی مجبورند عذاب مهاجرت را تحمل کنند، هرچند آنهایی هم هستند که میگویند همان مبلغ را میشود در وطن نیز پیدا کرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. و دیروز دومای دولتی روسیه قانون درباره مقام حقوقی شهروندان خارجی را اصلاح کرد که حق و حقوق مهاجران را محدودتر و راندن آنها از روسیه را آسانتر میکند. قانون که اکنون باید از طرف رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امضا شود به گفته حامیان حقوق به ماموران پلیس روسیه اجازه میدهد با هر بهانه ناچیز مهاجران را از حق کار و اقامت محروم و یا از روسیه بیرون کنند. شادمان یتیم جزئیات این سند را در گزارش شرح میدهد. با ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجران، دومای دولتی روسیه قانون را قبول کرد که راندن مهاجران غیرقانونی از این کشور را بسیار آسان میکند. قانونی که روز 23 ایول قبول شد به مامور پلیس اجازه میدهد به حکم دادگاه و در مدت 2 شبانه روز مهاجر را از روسیه بیرون کنند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی در کانالش در تلگرام نوشته است شیوه نوی اخراج نسبت به مهاجران استفاده می شود که سندهایشان اعتبار ندارد یا قانون شکنی کردند. با قول ولودین مهاجرانی که قانونها را رعایت نمی کنند یا از حق حضور در روسیه محروم شدند نباید در این کشور زندگی کنند. بر اساس تغییرات نو در قانون نام مهاجران قانون شکن را به فهرست مخصوص وارد می سازند و مهاجران خودشان باید از جای اقامتشان به پلیس خبر دهند. آنهایی که نامشان در فهرست شامل می شود نمی توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و آزادانه در روسیه حرکت کنند. مهاجرانی که به تکرار قانون شکنی کردند از این پس به قرار دادگاه و در مدت کوتاه از روسیه اخراج می شوند. کسانی را باید راند که قانونهای ما را زیر پا می کنند. کسانی را راه ندهید که زبان را نمی دانند، رسم و رسوم و فرهنگ ما را احترام نمی کنند. با نظرداشت همینها باید همه را به ترتیب درآورد و قرار قبول کرد. بعد همه چی خوب می شود.
بازداشت و راندن مهاجران از روسیه بعد حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرت کراکوس در مسکو در ماه مارس امسال زیادتر شد که مقامات روسیه اساساً مهاجران تاجیک را به آن متهم می‌کنند. حامیان حقوق میگویند سبب دیگری مشکلات افزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین است و مقامات می‌خواهند هرچی بیشتر با داغ نشان دادن مسئله مهاجران افکار جامعه را از جنگ اوکراین به دیگر طرف بکشند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. ممکن است ماه آینده در تاجیکستان کتابی به نشر برسد که در آن به مردم توصیه داده می شود کدامی از لباسهای ملی را بپوشند. بحث لباس ملی و منع پوشیدن حجاب در تاجیکستان سالهاست که ادامه دارد و ظاهرا ماه آینده معلوم می شود که به دختران و زنان پوشیدن کدام لباس را توصیه می دهند و کدامش را نه. ارشاد سلیمانی گزارش می دهد. بحث آن که لباس به فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه‌های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. لباس به فرهنگ ملی بیگانه همه ما می‌دانیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه‌هاش الکی در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباسایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده است. در این کتاب نمونه‌ها صورت‌ها پیشنهاد شده‌اند. منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی‌های اخیر بازنشر می‌شود. بر پایه نمونه‌های پیشنهادی آغاز ماه اوگوست جشنواره لباس‌های ملی در تاجیکستان برگزار می‌گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می‌خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چهاربینی‌های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. دستورالعمل تفسیری سال 2018 میباشد و لباس‌های تفسیری طوری قید شد اینجا برای خدمت دولتی، برای سیر و گشت، برای چهاربینی‌های فرهنگی، برای درجه‌های جمعیتی با نظرداشت ارزش‌های ملی و انمو فرهنگ ملی ما خاص لباس‌های تفسیری پیشنهاد می‌گردد. برخی از شهروندان و سازمان‌های بین‌المللی این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور و اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند، اما امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت‌های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت که قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین‌المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی بدین آزادی وجدان محدود کرده شود. من شدگی نیست. لباسی که سطر را در نظر داشته باشد در اینجا من نمیبینم. پوشیدن البته طرزی همون را در نظر داشته، شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمیکنم، فقط چشمش میتابد هم زنایو تمام. هرچند بحث لباسی ملی و لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان میگویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک ببینید لباس‌های قدیمی خودشون از خاطر برآوردن و راه آوردن به یک لباسی میگم شینم‌تر، اینم راحت‌تر و این با او خاطر است که مثلا هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینم‌تر باشد برای که مردم این قبول کنند. بحث لباسی ملی و لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات میگویند با هدف ترغیب ارزش‌های ملی و پیشگیری مردم از افراطی شوی طرح‌های ملی را پیشنهاد میکنند. برخی روحانیان میگویند که زیر لباسی به فرهنگ ملی بیگانه اساساً طرز لباسپوشی زنانی در نظر داشته شده است که بر اساس اعتقادات دینی به بر میکنند. اخبار آزادی به پایان رسید. سپاس که ما را همراهی کردید. برای دریافت خبرهای بیشتر و تماشای گزارش‌های دیگر سر بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.